مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. چندین جلسه پیرامون زندگی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اشاره شد. فقط از زندگی سیدنا عمر و از کارها و دستاوردهای سیدنا عمر و خلاصه از زندگی امیر المؤمنین فاروق اعظم فقط شمه و قطره بیان شد. حالا رسیدیم به روزهای پایانی زندگی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب، خلیفه دوم اسلام، یک خلیفه مؤمن، عادل، مجاهد، متقی، نیرومند و امانتدار، در عین حال متواضع و فروتن، زاهد و با تقوا و پرهیزگار. تمام زندگی خود را فاروق اعظم وقف خدمت به دین و عقیده و ملتی کرد که قیادت آنها را به دوش داشت. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در ظاهر به عنوان امیر المؤمنین، به عنوان امیر و پادشاه و به عنوان ملک، به عنوان یک ابرقدرت، اما در حقیقت خود را خادم رعیت خود قرار داده بود. با رعیت خود می نشست، غذا می خورد، صحبت می کرد و حرف می زد و با فقرا و مستضعفین و با بیچارگان و کارگران و با غلامان و بردگان می نشست و با اونها غذا می خورد. فاروق اعظم سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه دروازه‌ای بود که تمام فتنه ها را نمی گذاشت وارد شود و با مرگ سیدنا عمر او دروازه شکست و فتنه ها داخل شد.
سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در سال 23 هجری عازم حج شد، عازم مکه مکرمه و سفر مبارک حج را ادا کرد و در این سفر دستان خود را بلند کرد. سیدنا عمر گفت بار الها پروردگارا، سنی از من گذشته و جسم من ضعیف شده و مملکت من وسیع شده و رعیت من کثیر شده. بار الها پروردگارا، قبل از این که من پامانده شوم مرا به طرف خود طلب کن. و زمانی که سیدنا عمر وارد مدینه منوره می شود باز همچنین دعا می کند. بار الها پروردگارا، مرا در راه خود شهید بگردان و او شهادت را در شهر حبیب خود و نبی خود نصیب من کن. دعای سیدنا عمر که یا الله هم شهادت و هم او شهادت در شهر حبیب خود و در کنار حبیب تو که رسول معظم اسلام باشد، خدایا شهادت را در جوار حبیب نصیب من بگردان. سیدنا عمر در حج دعا کرد و در مدینه منوره آمده بود دعا می کند و قبل از این هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وعده شهادت را به سیدنا عمر داده بودند، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که با سیدنا ابوبکر صدیق و با عمر فاروق و با عثمان ذوالنورین بلند کوی احد قرار میگیرند و کوی احد تکان میخورد، رسول معظم اسلام میفرمایند که ساکت شو، نمیدانی که بر بالای تو یک نبی و یک صدیق و 2 شهید هست. این خبر نبی کریم صلی الله علیه و سلم که صدیق اکبر ابوبکر صدیق و 2 شهید عمر فاروق و عثمان ذوالنورین. خلاصه روزهای پایانی زندگی سیدنا عمر هست. ابو موسی اشعری خواب می‌بیند. انس ابن مالک از ابو موسی اشعری نقل می‌کند که ابو موسی اشعری میگوید که من خواب دیدم که اسبان زیادی دارم و همه اسبان من این اسب‌ها فرار می‌کنند و من یک اسب را سوار می‌شوم و حرکت می‌کنم تا اینکه به یک کوهی میرسم. ابو موسی اشعری میگوید هنگامی که من به یک دره از دره‌های کوه رسیدم ناگه دیدم که نبی کریم صلی الله علیه و سلم با ابوبکر صدیق در بالای او کوه ایستاده هستند و در اون وقت صدا میکنن که عمر بیا طرف ما بیا. ابو موسی اشعری میگوید از خواب بیدار شدم. وقتی که از خواب بیدار شدم انس ابن مالک میگوید که آیا نمیخواهید این را به یک نامه بنویس و این خواب خود را برای امیرالمؤمنین برسان و برایش قصه کن. ابو موسی اشعری میگوید که نمیخواهم که قبل از اینکه مرگ به سراغش بیاید من خبر مرگ را برایش بدهم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در این وقتی که از هر طرف غلامان و بردگان و اینها وارد مدینه شدن، سیدنا عمر هیچ وقت موافقت نمی کند که بردگان داخل مدینه باشند و بردگان در داخل مدینه، خصوصا بردگانی که بیگانه هستند و سینه هایشان پر از کینه و بغض و عداوت هست، اینها در داخل مدینه جا داشته باشند. ولی باز هم تجار و اونهایی که داخل مدینه بودن
از حضرت عمر خواهش کردند که این بردگان باشه که ما به اینها ضرورت داریم و بالآخره کار ما به دست اینهاست. از آن جمله بردگان آن برده مجوسی، آن ابو لؤلؤ مجوسی که به نام فیروز بود، برده حضرت مغیره بود که وظیفه‌اش آهنگری و اینها بود. روزی ابو لؤلؤ مجوسی می آید از دست مولای خود و آقای خود به حضرت عمر شکایت می کند که مغیره روزانه از من 4 درهم میگیره، تو برایش بگو که کمتر بگیره. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه برای ابو لؤلؤ مجوسی میگوید از خدا بترس و با آقایت صادق باش و برو و بالآخره از دست آقایت دیگر شکایت نکن. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه تصمیم داشت که مغیره را صدا کنه و برایش بگوید که اگر این برده تو توان پرداخت 4 درهم را ندارد متوجه باش که سرش ظلم نکنی. این تصمیم سیدنا عمر بود. این برده مجوسی، این برده که در سینه اش آن کینه و بغض و عداوت جوش میزد، از سیدنا عمر رفت خنجر ساخت و همیشه در کمین سیدنا عمر بود که چگونه و بالآخر سیدنا عمر را به شهادت برساند. تا اینکه این برده مجوسی، این ابو لؤلؤ مجوسی قاتل سیدنا عمر روزی از روزها می آید و در مسجد در کمین سیدنا عمر قرار دارد. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه عادت داشتن هنگامی که به مسجد داخل می شدن، هنگامی که نماز برپا می شد، صفها را ترتیب می دادن. وسط صفها سیدنا عمر عبور می کردن تا صفها درست شود و صفها ترتیب شود و بعداً سیدنا عمر وارد محراب می شدن. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه روز 4 شنبه 26 ذوالحجه سال 23 هجری در نماز صبح قرار دارند. هنگامی که به نماز استاده می شوند، ابو لؤلؤ مجوسی ملعون، این مجوسی ایرانی، ناگه حمله می کند بر پیکر مبارک سیدنا عمر، چند ضربه وارد می کند. هنگامی که چند ضربه وارد می شود، اصحابی که نزدیک بودن فوراً دست به کار می شوند. سیدنا عمر هنگامی که تیر دشمن بر جان مبارک اصابت می کند و اون نیزه‌ای که زهرآلود شده بود بر پیکر مبارک اصابت می کند، سیدنا عمر اولین کاری که می کنن عبدالرحمن ابن عوف را میگن نماز را کامل بکن. او به محراب می آید. صحابه دیگر تلاش می کنند تا این مجوسی ملعون را دستگیر بکنن، ولی این با او خنجری که به دست داره در بعضی روایات 12 و بعضی روایات 13 نفر را مجروح و شهید می کند، تا اینکه میخوان او را بگیرن و او نیزه‌ای که در دست داره خود را با همون نیزه خود به جهنم میفرستد. نیزه را بر سینه خود محکم فرو میبرد و خود را هلاک میکنه و الله سبحانه و تعالی با نیزه خودش او را به جهنم میفرستد. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه را انتقال میدن به خانه ایشان و عبدالرحمن ابن عوف نماز را کامل میکنه و سیدنا عمر بیهوش میشوند. بعد از لحظاتی که به هوش میآیند چی میگویند؟
و اینکه سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بعد از اینکه به هوش میآیند چی مسائل را مطرح میکنن، ان شاء الله باذن الله این مسائل را بعد از یک میان برنامه ان شاء الله بیان میکنیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم. اگر آنها ایمانی به مانند ایمان شمای صحابه بیاورند به طور قطع هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند و به زودی الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پیرامون شهادت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، هنگامی که ابو لؤلؤ مجوسی ملعون سیدنا عمر را با او خنجر زهرآلود خود میزند، سیدنا عمر بیهوش میشوند و سیدنا عمر را انتقال میدهند به خانه ایشان و بعد از اینکه سیدنا عمر به هوش میآیند اولین سوالی که سیدنا عمر از اطرافیان خود دارند چیست؟ این است که آیا نماز کامل شد؟ میگن بله یا امیر المؤمنین، نماز کامل شد. نماز را خواندن، جماعت ترک نشد، نماز خوانده شد. بعدن سیدنا عمر چی سوال میکنن؟ سوال میکنن که چی کسی مرا زد؟ قاتل من کیست؟ برای سیدنا عمر میگن غلام مغیره هست. سیدنا عمر طرف آسمان نگاه میکنن، میگن الحمدلله، الحمدلله که به دست مسلمان زده نشدم، الحمدلله که خون من به دست مسلمانی ریخته نشد. قاتل من یک مجوسی، یک ملعون، یک کافر، او کینه و بغض و عداوتی که داشت به اجرا گذاشت. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بعداً عبدالله پسر خود را صدا می کنند و با عبدالله موضوعات را مطرح می کنند. پسر خود را صدا می کنند که ای عبدالله، ببین چی کسی از من طلبگار هست، طلب او را بپرداز، قرض او را بپرداز و بالآخره کوشش بکن که قرض پرداخته بشه و اگر نشد از دیگر کسی چیزی طلب نکنی، فقط اهل قریش را، قریشی ها را به جریان بگذار و اونها قرض را می پردازن.
وقتی که سیدنا عمر این مسئله را به جریان گذاشت حساب کردن 86,000 سیدنا عمر بدهکار بود. دیگر این که سیدنا عمر فرزند خود را گفت که ای عبدالله برو به نزد ام المؤمنین مادر مؤمنان عایشه صدیقه طیبه طاهره، برو به نزد اونها، از اونها یک طلب داشته باش و بگو که پدر من از شما این خواهش را داره که اگر اجازه بدهید در کنار این دو یار و رفیق خود دفن شود. عبدالله ابن عمر هنگامی که وارد می شود به حجره ام المؤمنین عایشه صدیقه، حضرت ام المؤمنین را در حال گریه می بیند. ام المؤمنین از این حالتی که بر سر امیر المؤمنین فاروق اعظم آمده گریه می کنند. اهل مدینه همه گریه می کردن. این خبر وقتی برای همه مسلمان ها رسید، همه مسلمان ها را محزون کرد و غمگین ساخت. ام المؤمنین عایشه صدیقه میگوین اگرچه این جا را من برای خود انتخاب کرده بودم، باز هم من برای عمر این جا را میدهم و خودم وقتی از دنیا رفتم در قبرستان مسلمان ها در بقیع در آنجا دفن شوم. عبدالله می آید. هنگامی که عبدالله وارد می شود، سیدنا عمر می گوید مرا بنشانید که چی خبر می آورد. عبدالله می گوید که پدرم آنچه که شما دوست داشتید همان شد. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می گوید که به تمام عمرم از این خبر برای من هیچ خبری فرحتتر و خوشحال کننده تر نبود که برای من این خبر رسید که دفن تو در کنار دو یار تو می شود. سیدنا عمر حتی وصیت می کند، می گوید وقتی من از دنیا رفتم، وقتی مرا می خواستید وارد حجره بگردانید، باز هم از مادر مؤمنان اجازه بگیرید و اگر اجازه داد مرا دفن کنید و اگر اجازه نداد مرا به قبرستان مؤمنین و مسلمین در بقیع مرا در آنجا انتقال بدهید. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بعد از خود خلیفه تعیین نکرد، چون میدانست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از خود خلیفه تعیین نکردن. سیدنا ابوبکر صدیق مشوره صحابه را گرفتند و عمر را تعیین کردند. حالا سیدنا عمر چه کار می کند؟ بعد از خود خلیفه تعیین می کند. بعد از خود سیدنا عمر ابتکار در این راستا ابتکار جدید می گذارد. سیدنا عمر همین را می گوید پیامبر بعد از خود خلیفه تعیین نکرد، ابوبکر صدیق مشوره صحابه را گرفت و مرا تعیین کرد. سیدنا عمر می گوید من امروز روش جدیدتر را مد نظر دارم، به این که شما 6 نفر را اینجا حاضر هستید، من 6 نفر را انتخاب می کنم و شما در بین خود مشوره کنید و یکی را تعیین کنید. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه این 6 نفر کی هستند؟ علی ابن ابی طالب، عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبید الله. این 6 نفر را سیدنا عمر انتخاب می کند که شما در بین همدیگر مشوره کنید و یکی از شما به عنوان خلیفه مسلمین و به عنوان زعیم امت اسلامی تعیین شوید. و این 6 نفر اشخاصی هستند که الله و رسول الله از اینها اظهار رضایت کرده و اینها کسانی هستند که جز عشره مبشره هستند. به هر حال سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میگذارند مشوره را به دوش این 6 نفر و اینها را دستور میدهند که شما 3 روز وقت دارید
و در بین همدیگر و بالآخره به فیصله نهایی برسید. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه از اون زخمی که شدید بود، زخم شدیدی برداشته بودن، برای اونها علامات و نشانه هایی بود که از دنیا تشریف میبرن. سیدنا عمر فاروق اعظم، اسوه تقوا و عدالت، در روز اول محرم جام شهادت را می نوشند. سیدنا عمر از دنیا تشریف می برند. دروازه که بروی تمام فتنه ها باز سیدنا عمر دروازه بود و این دروازه شکسته شد و دروازه و فتنه ها بروز میکنه. سیدنا عمر وقتی که از دنیا تشریف میبرن این دروازه میشکند، دستهای مغرضین داخل میشود و در بین امت اسلامی دشمنان اسلام شگاف ایجاد میکنن. سیدنا عمر از دنیا تشریف میبرن، ایشان را غسل میدهن، کفن میکنن، در بین منبر و بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایشان نماز جنازه خوانده می شود. صهیب ابن سنان نماز جنازه می خواند. سیدنا عمر در کنار دو رفیقش، در کنار دو یارش، در جوار نبی کریم صلی الله علیه و سلم دفن می شود. ابن عباس میگوید وقتی که عمر رضی الله عنه طرف قبرش، وقتی عمر را طرف قبرش می بردیم، ناگهان دست بر سر شانه هم گذاشته شد. خیلی مهمه. ابن عباس میگه وقتی که عمر را در حال انتقال، وقتی که پیکر مبارک عمر را ما می بردیم، ناگهان دست بر سر شانه هم گذاشته شد. نگاه کردم که علی ابن ابی طالب هست که گریه می کند. علی ابن ابی طالب در جنازه عمر فاروق گریه می کند، در کناری که عمر برادر دینی علی ابن ابی طالب هست، در کنار این که هر دو صحابه هستند، در کنار این که هر دو شاگرد مکتب قرآن و اسلام هستند. عمر داماد علی ابن ابی طالب هست، دختر علی ابن ابی طالب به خانه عمر فاروق هست. ابن عباس میگوید علی ابن ابی طالب گریه می کند و میگوید، علی چی میگوید رضی الله عنه؟ حضرت علی میگوید تو تنها کسی بودی که من به اعمالت غبطه میخوردم و رشک می بردم. به خدا سوگند، به یقین می دانستم که خداوند تو را در کنار همراهانت قرار می دهد. الله اکبر. علی ابن ابی طالب میگه من این را می دانستم که تو در اینجا دفن میشی، چون از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه می شنیدم. سیدنا علی ابن ابی طالب میگه من همیشه از رسول الله میشنیدم که میگفتن ذهبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر. الله اکبر. میگه همیشه میشنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفتن که رفتم میرویم یا رفتیم من و ابو بکر و عمر، داخل شدیم من و ابو بکر و عمر، خارج شدیم من و ابو بکر و عمر. الله اکبر. سیدنا علی ابن ابی طالب در تشییع جنازه عمر فاروق اشک میریزد و این چنین میگوید که من به اعمالت غبطه میخوردم و این را از رسول الله می شنیدم که همیشه می گفتن من و ابو بکر و عمر رفتیم، من و ابو بکر و عمر خارج شدیم، من و ابو بکر و عمر داخل شدیم. همیشه در
کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم نام ابوبکر و عمر بود. این را علی ابن ابی طالب میگوید. چی محبتی بین این صحابه بوده، چی محبتی بین اصحاب و اهل بیت بوده که امروز دشمنان دیرینه اسلام، فرزندان ابن سبی یهودی، امروز میخوان شگاف ایجاد کنن بین اهل بیت و اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خلاصه معرفی نامه سیدنا عمر رضی الله عنه. نام مبارکشان عمر، لقبشان فاروق، نام پدرشان خطاب، نام مادرشان حنتمه، نام همسرانی داشتن. فقط یک همسر را به خاطر که دشمنان اسلام، دشمنان صحابه خوب بدانن و متوجه شوند که بین اینها مشکلی نبوده، نام همسرشان ام کلثوم، کنیهشان ابو حفص، طائفهشان قریش عدوی، نسبتشان با حضرت علی کرم الله وجهه، داماد حضرت علی، نسبتشان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این که با لفظ امروزی خسور نبی کریم صلی الله علیه و سلم، یا به تعبیر دیگر دختر سیدنا عمر به خانه رسول معظم اسلام که حضرت حفصه هست، ام المؤمنین، دختر حضرت عمر می شود ام المؤمنین، مادر مؤمنان. سال تولد سیدنا عمر 13 عام الفیل، سال مسلمان شدن، 6 بعثت، جایگاه سیدنا عمر خلیفه دوم مسلمانان، فتوحات سیدنا عمر در غرب تا لیبیا، در شرق تا ترکستان و خراسان و بلوچستان، و در جنوب تا سودان و در شمال تا آخرین سرحد شام. قاتلش ابو لؤلؤ مجوسی ملعون ایرانی، محل شهادت سیدنا عمر مدینه منوره. مدت خلافت سیدنا عمر 12 سال و چندین ماه که بعضی گفته‌اند 10 سال، و مدت خلافت 10 سال و 5 ماه. تاریخ شهادت 26 ذوالحجه سال 23 که در ابتدا مجروح تا چند روزی مجروح بودن و روز اول محرم جام شهادت را نوشیدن. مرقد مبارکشان مدینه منوره در کنار دو رفیق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق. الله سبحانه و تعالی روح سیدنا عمر را شاد داشته باشه و روح تمام صحابه و اهل بیت شاد باشه. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که این بزرگان دین را برای خود اسوه و الگو انتخاب بکنیم و زندگی این بزرگ مردان را سرمشق زندگی خود قرار بدیم. ان شاء الله یکی دو جلسه دیگر پیرامون فقط سخنان ارزشمند سیدنا عمر، سخنان سیدنا عمر در عرصه سیاست، سخنان سیدنا عمر در عرصه اقتصاد، سخنان سیدنا عمر در عرصه اجتماع و فرهنگ ان شاء الله بیان میکنیم. و بعد از سخنان سیدنا عمر ان شاء الله باذن الله میرویم پیرامون خلیفه دیگر اسلام ان شاء الله بیان خواهد شد. در جلسه بعدی پیرامون سخنان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ان شاء الله باذن الله. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا،
ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال. رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.